سلام، صبح همگی بخیر. مراحل اولیه پرداختکاری آموزش چسبوندن پود سنباده روی نمد که یکی از مهمترین راهکارها واسه پرداختکاری. یعنی شما میتونید بهترین کیفیت در بیارید. اول نمدتون رو چسبکاری میکنید، جوری هم نباشه که فقط چسب و بمالید روش، باید اینقدر بسابید روش چسب بره تو خورد نمد. الان استوپش کن. مرحله دوم بعد این که چسب رو زدید بهش، غلطش میدید روی سنباده. این پود سنباده 300. نهایتا 4 ساعت اینا باید بمونه خوش. اگه بغل گرمای زیاد باشه زودتر خوش میشه، اگه عجله داشته باشه. موفق باشه.